گفته که تابع y مساوی x یه جواب خصوصی این معادله دیفرانسیل هستش، جواب عمومیش کدومه؟ من همونطور که همیشه گفتم اول راجع به تشخیصش توضیح میدم. یک معادله مرتبه دوم با ضرایب متغیر داریم که یک جوابشو هم به ما داده. در واقع میخوایم جواب دوم رو با کمک جواب اول پیدا کنیم. این که میگیم محاسبه جواب دوم با کمک جواب اول، این میشه یه سرفصل درسی. با توجه به این حرفی که من قبلا تو فیلم ها و کلاس ها زدم، دانشجو به سادگی متوجه میشه که باید بره سراغ این فرمول که جواب دوم y2 رو با کمک y1 محاسبه بکنه. استاندارد سازی هم که همیشه باید مد نظر ما باشه. تو این فرمول px چیه؟ ضریب y پریمه. ممکنه دانشجو همین الان بگه خب ضریب y پریم میشه منهای 2x. خیر، ضریب y پریم تو فرم استاندارد، یعنی اون حالتی که y زگون ضریبش یک باشه. پس من اول باید طرفین رو بر این یک منهای x2 تقسیم بکنم، فرم استاندارد به وجود بیاد. اون موقع ضریب y پریم که میشه منهای 2x تقسیم بر این پرانتز به عنوان px انتخاب میشه. اینجام داری میبینی 2x تقسیم بر پرانتز با علامت منفی. خب اومدم این فرمول رو به جای y1 و pxش قرار دادم. حالا همون حرفی که چند ثانیه پیش زدم، فرض کن دانشجو اومده تو درس معادلات دیفرانسیل این فرمول رو یاد گرفته، ولی تو انتگرال گیری نمیدونه که اگه مشتق مخرج تو صورت باشه انتگرال میشه ln مخرج. حواست باشه اون اطلاعات آماری این مطالب مهم رو داره. یعنی باید بدونی که مثلا برای حل این سوال به 3-4 تا سرفصل نیاز داری، میری سراغش، اونا رو یاد میگیری، موضوع تکمیل میشه. خب به جای y1 px قرار دادم، انتگرال گرفتم. اولا این منفی باید بیاد بالا، بعدن ln هم دیگر رو خنثی کنن ها. خیلی از دوستان اینجا هم یادشون رفته هر چی که بود ln رو میزنه. خیر، بینشون فقط و فقط باید یک باشه. هر چی بود بیار بالا بشه توان، حالا ln رو بزن. یک منهای x2 به توان منهای یک، انگار یک تقسیم بر یک منهای x2. مطلب بعدی باز در ادامه حرف اسلاید قبلی. آقا این انتگراله باید با تجزیه کسرها حل بشه. اگه تجزیه کسرها رو با اون روش‌های تستی که ما همیشه میگیم بلد باشی، با نگاه میتونی از این انتگرال به دومیه برسی. یعنی بلافاصله دوتا رو تو مخرج میذاری، بالا دوتا عددی میذاری که مخرج مشترک بگیری، سریع بشه یک. به خاطر آرایشی که این دوتا دارن، حدس اول ما یک هستش. اینا رو سر کلاس توضیح داده بودم، تو فیلم ها هم هستش. حالا انتگرال میگیرم. خب انتگرال یک تقسیم بر x2 خیلی راحت میشه منفی یک x. در واقع x2 رو میاری بالا، تواندار میشه. بعدی یکی دیگه از فرمول های بسیار پرتکراره، du به روی a2 منهای u2 که این بر حسب ln به دست می اومد. اگر a2 به علاوه u2 بود، بر حسب آرک تانژانت به دست می اومد. بسیار بسیار این دوتا حالت مهم و رایج هستند. خب انتگرال های آخر رو گرفتم، به اینجا رسیدم. این عبارتی که بهت نشون میدم y2 هستش. سوال y یا ترکیب خطی y1 y2 رو میخواد، به عبارتی جواب عمومی رو میخواد که به وضوح گزینه یک میشه جواب نهایی ما. و اما اطلاعات آماری این تست رو با هم بررسی میکنیم. اولا مباحث مورد پرسش، محاسبه جواب دوم با کمک جواب اول و تکنیک های انتگرال گیری که توضیح دادم. چالش چیه؟ چالش همون نکات مربوط به انتگرال گیری و تجزیه کسرها هستش. همین الان اینی که میگم خودتو محک بزن. آیا واقعا یادت بود انتگرال du تقسیم بر a2 منهای u2 اینی که اینجا هست، a2 منهای u2 بر حسب ln اینطوری میشد؟ اگر این یادت بود یعنی فرمول های اولیه انتگرال وضعت خوبه، اگر نه باید دقیق تر بررسی بکنی اونها رو. خب
الگوریتمش که خب اعمال فرمول، یعنی y1 به دست میاد، پی x به دست میاد، جایگذاری و چه و چه، جزء مباحث رایج بوده، قابل حل بوده و تو سالهای قبل و آموزش‌های بنده هم وجود داره. تشخیصش هم که کافیه این جمله مشکی رنگی که بارها توضیح دادم مد نظر باشه، یا حداقل یه بار تو این کلاس‌های آموزشی و فیلم‌ها دیده باشی. محاسبه جواب دوم با کمک جواب اول، در واقع مفروض بودن جواب اول، مطلوب بودن جواب دوم.